سلام علیکم همجوران عزیز. اعضای گروه انگور و باغ امروز 29 مارت سال 2025 و من میخوام به شما یک نمود انگوری که نامی برآمدگی بود و قیمت هست حاضر در سوپرمارکت ها نهایت قیمت از 87 سومونی است، نام شین موسکات گرفته به شما یک ترجمه حالش رو نشان تیم سنجیم بینیم چی خیلی است. من این خوشا رو دینه خریده بیرون، دینه شب خوردیم. انگور از جهت مزه شیرین است، با مزه هست. اکنون من زردش رو مخصوص خریدم که شیرین باشد. اونجا با کبوتش هم بود. بعضی آدم میگن فچ است، شیرین نیست، لیکن با مزه شیرین بود. و آیدی انگور چی گفتنی هستم؟ این انگور رو که میبینید اینقدر زیبا عاقبش مایده و پیش شش کلم، این در نتیجه ای که بسیار جفس است، عاقبش هم اینجا و پیشش گشوده می شود. در آن نتیجه آمدگی است، همه شدگی است. این در تاجیکستان هست، لیکن ما این رو خیلی کردن نمیتوانیم. این رو مخصوص کار کرد میکنن با گرمون راست، گرمونی کلان میکنن. این خودش میده تر است، دونادور است. گیبریلین میزنن، گرمون راست میزنن، مخصوص در کره یا که خیتای هم خیلی میکنن. بعد به نهایت نقض میکنن، میفروشن. یک بویی و هم دارد، نه بوی خلدینی کم، مزه خلدینی کم دارد. حاضر ما گرفتیم. ببینید چقدر کلان 4 تا شکر هم دستیم پر میشد. در حقیقت کلان میمونیم بالای ترازو چند گرم باشد. با خصلت با گپ میزنم چی گپ. انا نول کردیم 17 گرم. 17 گرم این البته نهایت کلان است. این زیبایی انگور رو بینید. در حقیقت با مزه است، شیرین است. خوردن گرم میگید. باز یک تاشو بریم کنی بینیم. دونه ندارد. نکی دینا ما خوردیم دونه داشت. بعضیش دونه داشت. اینش هم دونه ندارد. دینا من راستی که خوردم دونه دارش هم برآمد. من اینش ببینیم کنی. ها دونه دارد. دونه پره، دونه کلان دارد. نه همه‌اش بدون کشمش بوده است. دونه دارش هم هست. دیدید؟ این انگور چکلی که تاکید کردم از دوره هول گل نکرده این رو گرمون راست میزنن. گرمون این خودش دونه دار است. از پدر و مادر تولد شدن پس. یعنی گرمونی با قاچوی میزنن، گرمونی کلان شدن میزنن. من اینش هم دونه دارد. من از مبین 1 2 3 4 5 تاش دوتاش دونه دار برآمد. اینو خوشه رو میبرن در حالی که خوشه کم ترک میمونن. گیبریلین هم تو ظرف گیبریلین یا دوزش رو درست کردن زده میگیرن. بعدی گل بو میزنن، پیش از پختن بو میزنن، در مخصوص خلطه بو میگیرن. بعد هم خیلی میکنن قیمت میفروشن. ما هم یادگیری میشود البته، لیکن همه انگوروی عادی که ما میکنیم به گیبریلین توزه آزاده و بهتر است. 1000 مرتبه وای بهتر است. این رو که 3-4 مرتبه گیبریلین زدید با ارگانیسم چی میشود؟ ممکن ضرر کند، ممکن ضرر نکند گیبریلین، لیکن طبیعیش ما چی میگن؟ از جهت طبیعی توزه انگور ما استفاده میبریم، چون که ما پرو میریزیم و آب میتیم انگور ما. برای همین من خیلی کدام میخواهد این انگور میخورد بهترینش انگوری خودمون است به گیبریلین. من اکنون نمیدونم کنم نه یک مرتبه گیبریلین زده بینم میکنم نمیتونم خیلی حیاتشون میتید. این بود انگور شین موسکات. در حقیقت با مزه است، در حقیقت شیرین است. 5-6 رو خودت سیر میکنید. کلان است، گوشتی با مزه است. همدوران عزیز، دیگر هیچی گفته نمیتونم. همه شما رو با عید رمضان تبریک میکنم. و شما بردباری، صحت و سلامتی و کامیابی ها آرزو میکنم. در پناه خدا باشید.